در کتابخانه ولایتی عمومی به نام توشخوجه اسیری محفل فرهنگی با اشتراک هنرمند مردمی تاجیکستان اسرائیل فیض‌الدینوف برگزار گردید. در این محفل که حافظ محبوب خلق نام گرفته بود، شاعران و عالمان، اهل علم و ادب، دلباختگان صنعت موسیقی و دوستداران صوت و نوا حضور داشتند. گفته شد که هنرمند محبوب اسرائیل فیض‌الدینوف زاده شهر اصفهان بوده، از آوان خردسالی به صنعت و موسیقی میل و رغبت زیاد داشت. همین بود که پس از ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده، از استادان صنعت نازکی‌های هنر را آموخته است. برای مخلصان این هنرمند نامدار معلوم است که این کس با یک سبک و سلیقه خاص ایجاد میکنند، آهنگ‌های واقعا جالب دارند و بیشتر همچون سراینده سرودهای وطن دوستانه، شعرهایی که غرور ملی ما را بالا میبرد شناخته شدند در جمهوری. و همین خاطر محفلی که امروز دایر میگردد، ما توسط نمایشی باشکوه کتابی مطبوعاتی، نمایشی سلایدی کوشش می‌نماییم که خب جنبه‌های گوناگون فعالیت همین استاد صاحب کسب و صاحب مکتب رو معرفی نماییم و ضمناً برای خوانندگانمون بفهمانیم که در کتابخانه تعداد زیادی کتاب‌های عاید به تاریخ صنعت، موسیقی و هنری تاجیک ملت ما نگهداری می‌شود و به همیشه برای استفاده مردم نگرانیده شده است. پس از ختم دانشکده هنرمند محبوب اسرائیل فیض‌الدینوف یک مدت در کمیته تلویزیون و رادیو به حیث آوازخوان انسامبل ششمخان خانم فعالیت نموده است. از سال 1992 این جانب با سرود و ترانه‌های دلنشین، آهنگ‌های مرغوب دل مخلصان خود را شاد می‌نماید. طوری که در محفل ذکرش رفت، اسرائیل فیض‌الدینوف در عالم موسیقی جایگاه مخصوص خود را پیدا نموده است. سبک خاص، صدای روح‌نواز، انتخاب متن و آهنگ موافق توانسته است به این مرد هنر بالوپری ایجادی بخشد. اسرائیل فیض‌الدینوف مؤلف بیش از 100 سرود و ترانه و آهنگ‌های دلنواز است. مشهورترین ترانه‌های او درد ملت، عروس بیاران، ووایلو، پدرم، تاجیکستان، پیشوا به مانند این ده‌ها سرودهای دیگر امروز در جامعه وردی زبان هاست. من چند پیش در همین قلعه خوجند یک چهاربینی ولایتی رو اشتراک کرده بودم. همون جبه اسرائیل جان سرودی بسیار عالی جناب خواندن. یک عجایبش همین که این دفعه تا دفعه برآمدشان سرودای نو ایجاد میکنن. بعضی‌ها از من میپرسن که برای چی اینقدر گویم آبروی اعتبار رو پیدا کردن، صاحب اینقدر آبروی اعتبار بزرگ شدن. من فقط یک چیز میگم، سر اول اون کس خواستار هستن، بسیار آدمی زمینی هستن. دویمه ایجادکار خوب هستن. ایجادکار با معنای پرش هم سرود میخوانند، هم مینوازند، نوازنده خوب هستن، هم گویم ایجاد میکنن، سرود ایجاد میکنن، آهنگ ایجاد میکنن. با تاکید محققان، هنرمند مردمی تاجیکستان اسرائیل فیض‌الدینوف در معرفی صنعت موسیقی تاجیک در عرصه جهان سهمی ارزنده گذاشته است. او سال 1987 در فستیوال دوستی جوانان در کشور آلمان، در سیمپوزیوم بین‌المللی ششمخانخانی و دیگر همایش‌های سطح جهانی اشتراک نموده است. مسلم است که خدمت‌های شایان هر نفر که به نفع دولت و ملت نگرانده شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته قدر کرده می شود. همین است که اسرائیل فیض‌الدینوف سال 2007 با عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان و سال 2016 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان قدردانی گردیده است. مورد ذکر است که در کتابخانه ولایتی عمومی به نام توشخوجه اسیری مهمانخانه موسیقی عمل می‌کند و محفل‌های فرهنگی با اشتراک چهره‌های نمایان، آنهایی که در رشد صنعت موسیقی تاجیک سهم گذاشته‌اند، دایر می‌گردد. این تدبیر مهم فرهنگی در برابر یادآوری از خدمت‌های شایان چنین نفران فدایی در ضمیر نسل نورس حس وطن‌دوستی و افتخار ملی را دوچار می‌کند.